شهروندان عالی عرض به اعلاچه معارف و علم به راهبر کارخانه خردی سفر و سرور انکشاف کودک استاد خودم استاد سفروی مرحمت استاد عزیز استقبال میگیریم. کنی ادمو قرصک های تاجیکانه شما قربان شما. گذشته صورت که تمام تاجیکستانی در تاجیکستان و تاجیکستانی بیرون از مرزی هم در جایهای خودشان این توی را قید کرده شده. امروز 24 سالگی وحدت ملی است و ما هم اینچنین با قید آنها شریک هستیم. دوستان عزیز، من امروز همتون دیدی دادید که در منبری تویانه دو جوانی به همه شناس، یکی محجبی دیگری سید محمد. محجبی دخترچه احمد جان و موسونه بانو، سید محمد پسرچه خوش محمد و مسلمت بانو. هر دو از عائله های دهقانند، دهقان های اصیل دهه اماندره و یکی از عائله دارهای نامدار دهه اماندره. من سالهای سال است که احمد جان من به امک بچه لیکن وای دادرم است، چونکه ما سالهای سال در یک حولی زندگی کردیم و بنابر همین هم از نام اهل اولاد، از نام خودم، از نام پیوندانم سید محمد و محجبین بانو را به مناسبت توی داماد و عروسیشون تبریک میکنم. به اینها عمر دراز، رزق فراخ و خواهان آنم که فرزندای قطار را به وجود میارن و آنها را خیلی خوب تعلیم و تربیه میکنن و مثل اولاد و اجداد خود در محلها و در دیه و در ناحیه و در ولایت نام میگذارن. بنابر همین هم دوستان عزیز، همه اتون مرا خوب میشناسید. خودم را من اینجا شاگردم خبردین شناخت کرد. من 99% شما شاگردم هستید، از دست من تعلیم و تربیه گرفتید. من کی بودنم میدانید. بنابر همین هم در همه تویها من وقتی که دعا به دست بگیرم و دعاها مستجاب شده ایستاده. بنابر همین هم باز دعا کردم میگویم که سید محمد جان، محجبین بانو، همه روزتون چهله که امروز در منبر تویانه ایستاده همین خیر گذره. دو طرف را احترام کنید، صاحب فرزندان برکمال شوید. در کجایی که باشید نامدار و نامگذار فرزند و پدر و مادران و بابای و بیان باشید. دائما سلامت باشید. در خانه همه اینجا نشستگان همین گونه توی برپا شود و ما همین خیر در معرکه های کلان اشتراک کنیم. همه سلامت باشیم. کووید-19 از ما دور باد. سلامت باشید. تشکر زیاد استاد. البته باور دارم آرزوهای